فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید: فقط الله. امیر مومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید: پس از ستایش پروردگار، همانا من شما را به ترس از الله متعال سفارش می کنم، پروردگاری که آفرینش شما را آغاز کرد و به سوی او باز می گردید، پروردگاری که خواسته های شما را برآورد و رغبت و آرزوی شماست. راه راست شما به او پایان می‌پذیرد و به هنگام ترس و وحشت او پناهگاه شماست. همانا تقوا و ترس از الله داروی بیماری‌های دلها، روشنایی قلبها و درمان دردهای بدنها، مرهم زخم جانها، پاک کننده پلیدی‌های ارواح و روشنایی بخش تاریکی چشمها و امنیت در ناآرامی‌ها و روشن کننده تاریکی‌های شماست. پس اطاعت الله را پوشش جان قرار دهید، نه پوشش ظاهری، و با جان فرمان بردار باشید، نه با تن، تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد و بر همه امورتان حاکم گردانید. اطاعت الله را راه ورود به آب حیات، شفی گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرها، آرامش وحشت‌های طولانی دوران برزخ و راه نجات لحظات سخت زندگی قرار دهید، زیرا اطاعت الله وسیله نگهدارنده از حوادث هلاک کننده و جایگاه‌های وحشتناک که انتظار آن را می‌کشید و حرارت آتش‌های برافروخته میباشد. پس کسی که تقوا را انتخاب کند، سختی‌ها از او دور گردند، تلخی‌ها شیرین، فشار مشکلات و ناراحتی‌ها برطرف خواهد شد و مشکلات پیاپی و خسته کننده آسان و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرود می‌بارد. رحمت بازداشته حق بر می‌گردد و نعمت‌های الهی پس از فرونشستن به جوشش می‌آید و برکات تقلیل یافته فزونی گیرد. پس از پروردگاری بترسید که با پند دادن شما را سود فراوان بخشیده و با رسالت پیامبرش شما را نیکو اندرز داده و با نعمتهایش بر شما منت گذاشته است. خود را برای پرستش الله متعال فروتن دارید و با انجام وظایف الهی حق فرمان برداری را به جا آورید. نهج البلاغه خطبه 189 و در بعضی نسخه ها 198.